خانواده تاجیک برای خواستگاری به ایران می رود. پدر خاندان شمشیر که خالکوبی داس و بالغه و ستاره رمز دولت شوروی در مرکز سر بیمویش همیشه آنها را در حالت ناهنجار قرار می دهد. همسر او لطافت یک زنی به همه چیز شکاک که گاه هم خیلی صمیمی و مهربان است. دختر نازش چمنی زیرک و کنجکاو و البته داماد دولت جوانی خوشقد و قامت و با آداب و خوش اخلاق که تاجر هست و محض همین شغل او سبب ماجراهای به بزرگی کلی سرز می شود. دولت برای تجارت ایران می رود و در هواپیما با خانم ایرانی که مهماندار است شناس می شود و همین طور چشمک من چشمک تو و حرف و کلمه و عباره و جمله و اظهار محبت و قول تو جان در تن بودن، همدم و همنفس همدیگر بودن و خب چی شرح و توضیح بدیم که داستان محبت یک پسر و یک دختر که دیگر برای شما اختراع دوچرخه نیست، همگی بلد هستید. این یک تیکه از سوژه سلسله فیلمی پرماجرا و بسیار خنده‌دار پایتخت است که فیلم‌آفران ایرانی ساختند و من عبدالعزیز امروز داستان آن را برایتان قصه خواهم کرد. تا اینجا به آنجا رسیده بودیم که شمشیر همسر و پسر و دخترش مهمانی عروس می روند. نقی معمولی سرور خانواده ایرانی که به فرق از نسبش چندان یک انسان معمولی هم نیست، تمام تلاش ممکن را برای به حیرت گذاشتن مهمانانی به گفته آنها تاجیکی انجام می دهد. از کیم کجای پیانوی بزرگ را وام گرفته و در منزل اجاره کوچک خود جای می دهد. از مسجد و باز کیم کجاهای کتابهای زیادی را می آورد و به در و دیوار می چیند. با این هم قانع نشده به نیو و نستان خانواده گوش نداده به قول خودش یک سورپرایز کردن می خواهد. ایده از این قرار است که نقی می خواهد ماشین پران ساخته دوست پسر دختر دومش را به نمایش بگذارد. همه چی تا اینجا خوب پیش می رود و همه شاد و مسرورند. هنگام فرود بادی بالهای خودروی پران موی ساخته یا پریک شمشیر را از سرش کنده و به هوا برمیخیزاند و آن بالاخره به سیمچوب برمیخورد و آتش میگیرد. شهر بزرگ به برق و شمشیر از مویهایش محروم می شود. خانواده ایرانی و نقی از بیبرقی اندوهگین است و خانواده شمشیر از این که اکنون خالکوبی فرق سر بیمویش نشان داس و بالغه نشان دولت شوروی به نمایش در آمده است. آنها از ترس اینکه خانواده عروس این حالت را دیده و آنها را کمونیست گمان میکنند و شاید هم از عقد دخترشان با دولت دست میکشند، در تاریکی خود را به جای خلوت می اندازند. شمشیر بارها تکرار و به تکرار می گوید که کمونیست نیست و گذشته از این ضد کمونیست است. اما لطافت خان همسر او دو پای در یک کلوش انداخته و اصرار می کند که دولت برای پدرش کلاه یافته بیارد. من باید از آغاز به آنها می گفتم که آره در کودکی مرا به اردوگاه بردن و مجبوراً به سرم این را خالکوبی کردن، مگر این بد است؟ اما من کمونیست نیستم و به اون علاقه هم ندارم. اما این همه پنهانکاری ها به درد نمیخورد. بالاخره اسراری به قول سر زیر طاقی شمشیر آشکار می شود. این یگانه ماجرا با حضور خانواده تاجیک در فصل 7 سریال پایتخت نیست. یک صحنه جالب دیگر به سر شمشیر افتیدن کتاب ها است. درست همانهایی که نقی از مسجد و کیم کجاهای آورده بود. از قضا کتابی که راست به فرق سری او می افتد دیوان رودکی است. با دیدن آن گویا که گنج بزرگ پیدا کردند. شمشیر و خانواده شعری بوی جوی مولیان را زمزمه می کنند. بوی جوی مولیان آید همه، یاری مهربان آید همه. تاجیک‌ها با دیدن کتاب‌ها گمان می‌کنند که صاحب خانه یک شخصی شعر دوست است و می‌پرسند که کدام شعر رودکی را بیشتر می‌پسندد. اون بنده خدا که بار هم کتاب رودکی را به دست نگرفته است رو به رحم خدا می‌ماند و برای از وضعیت برآمدن کدام یک شعر دوره دبستانیش را زمزمه می‌کند. انا 100 دانه یاقوت
دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، هر دانه هست خوشرنگ و زیبا. گمانم رودکی در اشعار چنین شعر ندارد. بله، خاطر ندارم که رودکی چنین شعر نوشته باشد. بسیاری از بیننده های تاجیک از جمله من گنده هم تنها همین چند وقتی اخیر از موجودیت چنین یک کمدی خوب آگاه شدم، در حالی که پایتخت یکی از سریال های دیدنی پرطرفدار و در این برابر جنجال برانگیز چند سال اخیر در ایران می باشد. اینکه ما تنها در موسم هفتم از این فیلم خوب خبردار شدیم با شرافت نقش هنرمندان تاجیک در آن بود. نقش شمشیر را هنرمند کارکشته و معروف قربانی صابر، همسر او لطافت را هنرپیشه سرشناس ماه پیکر یارو و نقش چمن را تهمینه رجب و دولت را منوچهر حبیبوف اجرا کردند. مکالمه های تاجیکان و ایرانی ها در این فیلم خیلی جالب است. گاهی تاجیکان کلمه های استفاده می کنند که برای ایرانیان نافهما است و خود تاجیکا واژه همانا را بیان می کنند. کدام شعر را شما افضل تر می دانید؟ افضل؟ مقصود شما با کدام شعر علاقه دارید؟ علاقه بیشتر به شعر همش. اینجا مغز فصل هفتم سریال پایتخت را برایتان عرض کردیم. فکر میکنم خوب می شود اگر چشماندازی هم به این سریال در کل داشته باشیم. فصل اول سریال پایتخت 14 سال قبل سال 2011 توسط تلویزیون نمایش داده شد و هنوز بیننده ها آن را پیگیری میکنند، دوست می‌دارند و انتظارش هستند. تمام سرگذشت فیلم اطراف خانواده چرخ میزند که روز تصمیم میگیرند روستای کوچک خود را به قصد تهران ترک کنند. این خانواده مازندرانی است و همان جاست که بیشتری هنرمندان با این لهجه شیرین صحبت میکنند. با این وجود همین ویژگی در برابر تحسین ها و آفرین های بیشمار موج انتقادهای را در پی داشت و دارد. تجمع و اعتراض های یک گروه انتقادهای شدید گروه دیگر آخر کار نبود. چند مسئول سیاسی و مذهبی مازندران در فصلهای اولی آن ادعا کردند که پایتخت لهجه مردم مازندران را مسخره و تحقیر میکند. اما مردم چی؟ مردم هیچی. مردم از این فیلم و صحبت‌های قهرمان‌هایش لذت می‌بردند و نه ساکنان مازندران و نه دیگر منطقه ها هیچ تحقیر برای خود ندیدند. گذشته از این 14 سال است که مکالمه ها و قسمت های از این سریال از دهان به دهان می گردد. با این حال گفتمان های هست که ساختن فصل 4 سریال بعد دیدار کارگردان فیلم سیروس مقدم با رهبر جمهوری اسلامی و اعلان رضایت او امکان پذیر شده است. تا حالا هیچ فیلم دیگر در ایران مثل پایتخت به این حد دوامدار نبوده است. دوامداریش هم از این که پرهوادار است و مردم میپسندد. بر علاوه این که سریال توسط تلویزیون پخش شد و پسان به یوتیوب راه می‌یابد، هر قسمتی آن را بیش از میلیون مرتبه تماشا کردند. و اینجا هم بیاید آنهایی را که چنین یک سریال خوب و دیدنی را ساختند یاد بیاوریم و وقتشان خوش که وقتی ما را خوش کردند. پایتخت با کارگردانی سیروس مقدم، آهنگسازی آریا عظیمی نژاد، نویسندگی خشایار الوند، محسن تنابنده، امیر حسین قاسمی، آرش عباسی و البته نگارش متن با زحمت کوروش نریمانی، حسن وارسته و بازیگری ده‌ها هنرمند ممتاز ساخته شده است. باید اقرار شوم که تا امروز هیچ سریال خنده‌دارتری از پایتخت ندیدم. تنها همین موسم هفت آن کافی است تا نقشه نمی چند ساله خنده تان را اجرا کنید. اما این که میگویم پایتخت یک سریال کمدی است به این معنی نیست که با تماشای آن گریه نمی کنید. نویسنده های آن در حداقل 2 بخش فیلم صحنه های را به تصویر کشیدند که سنگ خارا آب می شود، چه رسد به قلب های نازک و نرم آدمی. فصل 7 پایتخت هنوز ادامه دارد و همین شب و روز هم جالبترین قسمت های آن نشر می شود. خانواده معمولی برای تحقیق این که آیا شمشیر واقعا یک کمونیست است یا خیر، با جمع از دوستان دیگری خود تصمیم گرفتند با منزل سیار یا خانه ماشین یا ساده‌تر مسافرکش راحت تاجیکستان بیایند.
در ابتدای سفر شاهد ماجراهای زیاد شدیم، از جنگ لفظی نقیب معمولی با جیانی سرکش و گپ نادرا تا حمله خرس به ماشین سیار. اینکه با این احوال تا تاجیکستان میرسند یا نه معلوم نیست. بیایید با هم ببینیم.